از فتوشاپ، لایتروم یا هر برنامه دیگه توی گوشیتون خروجی گرفتید و وقتی اون رو توی اینستاگرام پست میکنید میبینید کیفیتش خیلی پایین اومده. اگه میخواید بدونید دلیلش چیه، این ویدیو رو تا آخر ببینید. من میخوام با یک ترفند خیلی ساده به شما آموزش بدم که کیفیت عکستون رو توی اینستاگرام همینقدر بالا ببرید. پس با من باشید. خیلی خوشحالم که با اولین چالش از چالش 10 روزه اینستاگرام با شما هستم. مهمترین قسمتی که برای این کار وجود داره این که شما عکستون رو با خروجی درست و با کیفیت عالی بگیرید که اینستاگرام هم بتونه اون رو با بهترین کیفیت برای شما نمایش بده. همونجور که میدونید هر قسمت از اینستاگرام، مثلا پست، استوری، ریلز، اندازه مختص به خودش رو داره. شما برای هر کدوم از این قسمت‌ها میتونید اندازه مختص به اون رو که همینجوری که الان اینجا دارید میبینید انتخاب کنید. برای این سوژه‌ای که الان اینجا داریم به نظر من 4:5 مناسب تره. پس من در قسمت اول میام روی ریشیو میذارم، اون کادر اول عدد 4 و کادر دوم هم عدد 5 رو قرار میدم. سوژه رو تنظیم میکنم و کراپ میکنم. حالا باید از عکسمون خروجی بگیریم. برای این کار از منو فایل، اکسپورت و اکسپورت از که شورتکاتش رو میتونید آلت، شیفت، کنترل یا دابلیو باشه رو بزنید و میبینید که یک پنجره برای ما باز میشه که عکس ما داخلش هستش. حالا این پنجره میتونه به نسبت ورژن های فتوشاپ شما یه مقداری تغییر بکنه که کلیتش همین است و خیلی جای نگرانی نداره. من اولین کاری که میکنم از قسمت فایل سیتینگ فرمت رو روی جی پی میذارم و کوالیتی رو روی های میذارم. الان که نگاه میکنم میبینم که حجم عکس من حتی 0.2 مگابایت. شما فکر کنید که اینستاگرام این فایل شما رو با همین سایز آپلود کنه و برای نمایش دادنش 10 دقیقه طول بکشه. پس بنابراین اینستاگرام میاد حجم عکس شما رو کم میکنه و کوالیتی و کیفیت عکس شما رو پایین میاره. اما ما توی آموزش میخوایم یاد بگیریم که این اتفاق نیفته، بلکه ما باشیم که برای اینستاگرام تعیین تکلیف بکنیم. چطوری؟ اول کاری که میکنیم میریم روی قسمت ارز، اون عدد رو معمولا برای پست همونجوری که گفتم 1080 و برای ارتفاع هم 1350 که خودش این کار انجام داد. حالا میبینیم که اسکیل عکس من از 100% به 37% رسیده. حجم عکس من در بالاترین کیفیتش به 1.1 مگابایت رسید. خب خیلی فوق العاده است. و اما مهمترین قسمت اونم اینه که از ریسمپل فتوشاپ برای شما طبق چه الگوریتمی این کار انجام بده که کیفیت و شارپنس عکس شما فوق العاده باشه. من میام از این قسمت روی گزینه ویو شارپر قرار میدم و اینجاست که دیگه شارپن عکس من فوق‌العاده برای فتوشاپ تعیین میشه. خب میام از قسمت اکسپورت حالا یه مسیری بهش میدم و عکسم رو سیو میکنم و تمام شد. اما یه کار دیگه مونده. حالا ما باید بریم داخل خود اینستاگرام. اونجا یک سری تنظیمات و نکات رو داره بهتون بگم که دیگه شما فوق‌العاده ترین تنظیمات رو داشته باشید. حالا بعد از اینکه همه این کارا رو انجام دادیم میریم وارد اینستاگرام میشیم. همونجور که میبینید پیج من هست. خیلی خوشحال میشم که بیایید و از آموزش ها و پست‌های من دیدن کنید و اگه دوست داشتید فالو کنید. خب دو کار رو باید ما انجام بدیم که عکسی که از داخل فتوشاپ وارد گوشی کردیم با بهترین کیفیت در اینستاگرام آپلود بشه. از این 3 خط رو میزنیم و میایم از سیتینگ اند پرایوسی آخرا که میایم دیتا یوزیج اند مدیا کوالیتی روش کلیک میکنیم. 2 تا گزینه وجود داره. اینکه حتما باید دیتا سرور خاموش باشه به خاطر حجم عکس شما نیاد کیفیتش رو پایین بیاره، و دوم آپلود پرایس کوالیتی رو حتما روشن بکنید که با بهترین کیفیت عکسای شما رو آپلود بکنه. حالا شما میتونید از همین طریق هم عکساتون رو پست بکنید و از کیفیت اونها لذت ببرید. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو دیدید. لطفاً سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو بزنید و اگر خوشتون اومد این ویدیو رو به دوستاتون معرفی کنید. وحید باقری هستم. خیلی ممنون.